خب سلام دوستان عزیز، دکه رو ببینین. این دکه البته اینجوری نبوده، یه دقایقی هست که اینجوری شده. ببینید من الان خیلی هنرمند نیستم تو فیلم گرفتم. خب دکه سالم بوده، دقایقی پیش این دکه به این شکل در اومده، همه چی شیشه ترکیده داغون. خدمتتون عرض دادم که من نگهبان هستم که مرکز خرید در غرب تهران. دقیقه پیش حالا مامورا اومدن برای کشیدن کروکی و اینها. سلام، خسته نباشین. سلام. مخلصیم. ماشین میاد بیرون و خدمتتون عرض دادم که محکم تصادف میزنه به این دکه و من اکثرا میشینم توی دکه و چیزی مطالعه میکنم یا اکثرا با گوشی برمیرم و اینها. خب خدا رو شکر که من نبودم توی داخل و این اتفاق افتاده. باید همیشه خدا رو شاکر باشیم که محافظ ماست و امیدوارم که هیچ وقت این اتفاق واسه هیچ کس نیفته، هیچ اتفاق بدی. و جالب اینه که ماشینی که زد هیچی نشده اصلا، یا کوچکترین خراشی هم بر نداشته. خب